پس مهمه که من در کجا، یعنی چی؟ یعنی که با کدوم واژه، با کدوم محصول پیوند بخورم. یک مثال بگم خدمتون. مثلا شما فرض بفرمایید که کوکاکولا چای وارد بازار میکنه. خب شما زمانی که میرید توی فروشگاه، نگرشتم نسبت به کوکاکولا خیلی مثبت ها، یعنی مثلا نگاهتون خوبه، فکر میکنید کوکاکولا خوبه، چایش هم احتمالاً اگه باشه خوبه. ولی زمانی که شما نمیدونید و این لرنینگ ایجاد نشده، ببینید اصلا کوکاکولا در حافظتون ذخیره هستا، خب ولی در فولدر یا در شبکه معنای چای کوکاکولا پیوند نداره. ببین آخه اولین قدم برای موفقیت همینه که من بیام چیکار کنم؟ این پیوند رو ایجاد کنم. تا زمانی که این پیوند ایجاد نکنه موفق عمل نخواهید کرد. پس شما زمانی که میرید توی فروشگاه میخواید چای بخرید، به حافظتون رجوع میکنید. گلستان میاد تو حافظتون، احمد میاد تو حافظتون، محمود میاد توی حافظتون، نمیدونم و انواع شهرزاد و غیره میاد تو حافظتون، ولی چای زمزم در حافظتون تداعی نمیشه. پس جز مجموعه فراخوان شده چای هم قرار نخواهد گرفت. پس اولین قدمه، نمیگم قدم نهایی، یعنی شما مثلا تصورش نکنید که اگر مثلا بگیم که چای بعد مثلا چای زمزم یا چای مثلا کوکاکولا یادش بیاد حتما بخره. ببین شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یعنی اگر فراخوانی نشه نمیخره، ولی اگر فراخوانی بشه ممکنه بخره، چون شرط دیگه هم وجود داره برای خرید. شرط دیگه هم وجود داره. پس صرفا این نکته رو باید در ذهنتون داشته باشه به عنوان یک بازاریاب حرفه‌ای که مشتری برند شما رو میشناسه، ولی این دلیل نمیشه که همه جا شما رو فراخوانی بکنه. مثلا نیا که من بهتون میگم گوشی تلفن همراه اپل سریع یادتون میاد، درسته؟ میگم خدمت شما عرض شود که مثلا لپتاپ اپل یادتون میاد، تبلت اپل یادتون میاد، درسته؟ ولی این دلیل نمیشه که حالا هر وقت هر چیزی گفتیم اپل یادش میاد پس فردا بگم صندلی هم اپل یادش بیاد، چون لرنینگ هنوز اتفاق نیفتاده. بعد این لرنینگ اتفاق بیفته، هرچقدر مشهور باشم و شناخته شده باشم و یعنی تا زمانی که لرنینگ اتفاق نیفته. یعنی چه اتفاق نیفته؟ از همین دید حافظه معنایی، یعنی بین اپل و چی و صندلی پیوند نزدیک ایجاد نشه. یعنی همونطور که وقتی من گفتم گوشی تلفنم را سریع اپل میگه، وقتی میگم صندلی سریع اپل هم بگه، اون هم فراخوانی بشه، ولی فراخوانی اتفاق نمیفته. پس ببین جای ذخیره سازی مهمه. دقیقاً مفهوم جای ذخیره سازی رو میتونیم با این متوجه بشیم که چقدر این مهمه که من در کجای ذهن مشتری ذخیره بشم و الزاما در یک جا ذخیره نمیشم. یک برام ممکنه که در 10 جای ذهن مشتری ذخیره بشم. همونطور که یک مقالت ممکنه هم در مورد موضوع رفتار مصرف کننده باشه، هم در مورد موضوع تبلیغات باشه. پس هم باید در فولدر رفتار مصرف کنم و هم باید در فولدر تبلیغات باشه که موضوع تبلیغات شما نیاز داشتید این مقاله پیدا بکنید، باز هم بهش دستی داشته باشه و در جایی که به رفتار مصرف کننده نیاز به مقاله رفتار مصرف کننده بتونید به این مقاله باز دستی داشته باشید. یه نکته دیگه هم باز دوباره در مورد این موضوع اشاره بکنم. روی رفتار مصرف ما هم تاثیر میذاره این موضوع. رفتار مصرف ما چی هست؟ یک مثال بگم خدمتتون. من زمانی که به شما میگم که صبحونه یاد چی میافتید، هم تو ذهنتون مرور کن یاد چی میافتید. ببین آخه کاملا مشخصه. احتمالاً یاد مثلا چای میافتید، یاد نون میافتید، پنیر، گردو، درسته، شیر، عسل، مربا، درسته و محصولات دیگه همینجوری. پس ببینید آخه وقتی که ذهن من اینجوری چه اتفاقی میفته؟ صبح که از خواب بیدار میشم میخوام صبحونه بخورم، واژه صبحانه در ذهن من فعال میشه، همراهش واژه‌های دیگه که بیشترین پیوند رو با این واژه صبحانه دارن هم فعال میشه. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که من میرم سراغ یخچال، میرم سراغ اجاق گاز، چای، نون، پنیر، گردو، چای، نون، پنیر، گردو. چه اتفاقی میفته؟ من قهوه مصرف نمیکنم، آب میوه مصرف نمیکنم. ببین نگاه کنید تو این مثالی که من زدم خدمتتون، به این معنی نیست که مثلا من تو یخچالم یا تو خونم ممکنه که قهوه نداشته باشم. ممکن داشته باشم،
یا تا ممکنه که آب میوه هم داشته باشم ولی بس اینه مصرف نمی کنم. چرا؟ چون در حافظه معنایی و در حافظه ذهنی من هیچ پیوندی بین این واژه ها وجود نداره. چون پیوند بین این واژه ها وجود نداره پس در نتیجه مصرف هم نمی کنم. خب این چی رو میگه؟ فرض بفرمایید که شما مثلا مدیر عامل یک شرکت یا مدیر بازاریابی یک شرکت تولید کننده آب میوه هستید. چه پیامی رو برای شما داره؟ پیامش کاملا مشخصه. چیه پیامش؟ این هست که من یک از راه‌ها یا استراتژی‌هایی که میتونم در پیش بگیرم برای اینکه بتونم محصول خودم رو بیشتر بفروشم این هست که مصرف کننده متقاعد کنم که بیشتر مصرف کنن محصول من رو. مثلا فرهنگ مصرف آب میوه ممکن است که تو جامعه ما وجود نداشته باشه. این فرهنگ یعنی چی؟ یعنی که ذهن من و ذهن میلیون ها نفر دیگه مثل من که وقتی به صبحانه فکر میکنم چای آب میوه یادم نمیاد، وقتی به عصرانه فکر میکنم آب میوه یادم نمیاد، وقتی به یک رفع خستگی فکر میکنم آب میوه از ذهن من بازخوانی نمیشه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که همچین محصول مصرف نمیکنم. حالا برای اینکه این شرکت بیاد و مصرف مارکتش رو بخواد بزرگ کنه، مصرف آب میوه رو زیاد بکنه و مارکتش بزرگ بشه، تا از طریق بزرگ شدن مارکت این شانس رو داشته باشه که بیشتر بفروشه، باید بیاد چه کار بکنه؟ باید بیاد اول یاد بده به مشتری که چی؟ که شما وقتی که صبحانه میخوری آب میوه هم بخور. یعنی اینو یاد بدین. به چه معناست؟ به این معناست که در ذهن مشتری بین واژه صبحانه و واژه آب میوه که پیوند نزدیک ایجاد بشه. یعنی وقتی که مشتری صبح از خواب بیدار شه به همون میزانی که داره به چای فکر میکنه با آب میوه هم فکر کنه، به همون میزانی که داره به پنیر فکر میکنه با آب میوه هم فکر کنه و نتیجه میشه که یادش نمیره، مصرف میکنه و مصرفش بیشتر میشه. اینو چجوری من میتونم عملیاتی بکنم؟ با همون نظری که گفتم خدمتتون، نظر یادگیری مشاهده‌ای. یعنی چی؟ یعنی که شما مثلا تو فیلم ها برید با چند تا سازنده فیلم و غیره قرارداد ببندید که شما توی فیلم هاتون نشون بده که اون چیزا داره آب میوه مصرف کنه، موقع صبحونه همیشه آب میوه مصرف میکنه و آب میوه منم مصرف میکنم. مشاهده. شرط سازی کلاسیک از اون میتونیم استفاده کنیم. از شرط سازی عاملی میتونیم استفاده کنیم. شرط سازی عاملی چجوری میتونیم استفاده کنیم؟ آب میوه خود و سلامتش، تبعات مثبتش. شرط سازی کلاسیک صبحانه و آب میوه، دائما صبحانه و آب میوه. و پاسخ اون یا تبعات اون یک روز کاری خوب، اینا میتونیم نشون بدیم به مشتری. یا میتونیم نشون بدیم به مشتری که عصرانه میان وعده، مثلا به بچهش داره یک میان وعده میده، میان وعده همیشه باید مثلا شیر باشه، نه یکی از گزینه‌اش اینه که آب میوه. با همین نظریات ما میتونیم اینا رو یاد بدیم به یک مادر خونه. چون می‌بینید که مصرف کنندگان دنبال ایده های مصرف کردنن، دنبال روش های زندگی کردنن، ایده های متفاوت، ما ایده متفاوتی میگردن که چیه؟ که تفاوت‌های خودشون نسبت به دیگران، نسبت به زندگی قبلی خودشون ایجاد بکنن و از این طرف از زندگیشون لذت ببرن. بعد من این لرنینگ رو میتونم ایجاد بکنم و از این طرف به اهداف خودم برسم. یا یک کاربرد دیگرش چی هست توی مصرف معناست؟ مثلا شما فرض کنید که من میگم زندگی لوکس، یاد چی میافتید؟ یاد خیلی چیزا دیگه میافتید. مثلا اینکه در کجا داره زندگی میکنه، چه نوع ماشین داره سوار میشه، چه نوع ساعت. مثلا ممکنه که یاد رولکس بیافتید، یاد نمیدونم بی ام و یا پورشه بیافتید، یاد یک ویلای خصوصی مثلا تو یک جزیره بیافتید الی آخر، هواپیمای شخصی الی آخر. این چی رو دوباره داره نشون میده؟ داره من نشون میده که این کالاها و این برندها یک مفهومی هم ایجاد میکنن، مثل چی؟ مثل زندگی لوکس، زندگی متفاوت، زندگی اشرافی و غیره. پس من اگر بخوام به همچین کانسپتی رو مصرف کنم و مصرف کنندگان نشون بدم که شما همچین کانسپتی با برند ما میتونید مصرف کنید، باید پیوند رو در گام اول ایجاد کنم. پیوند بین چی؟ بین لوکس بودن و اپل. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که مصرف کننده برای مصرف لوکس بودن اپل رو مصرف میکنه. برای مصرف لوکس بودن برند دیگری ممکنه که نتونه مصرف کنه.
چرا؟ چون پیوندی نداره. ممکنه به اندازه اپل پول خرج کنه ها، ولی به اندازه اپل ممکنه حس لوکس دادن رو به مخاطب منتقل نکنه. چرا؟ چون پیوندش با این واژه دوره. اینا باید ایجاد کرد.